سرخط مهمترین خبرها. یگانه راه از دوشنبه به خوجند بعد قریب یک روز قسماً باز شد. 2 هفته کرانتین در خانه، طلبات نفت برای آنهایی که از ازبکستان می آیند و نرخ نفت به طور کم سابقه بالا رفت. آیا بنزین و سوزشواری دیزلی قیمت می شود؟ درود بیننده عزیز، خوش آمدید به برنامه نویدی بامدادی. امروز 18 ینور است. بعد یک شبانه روز حرکت در راه دوشنبه چناق قسماً برقرار شده است. شرکت ایرس مسئول نگاهبین و پلچینی در راه دوشنبه چناق صبح 18 ینور گفت در خبرنامه گفت حرکت نقلیات از سمت خوجند به دوشنبه آغاز گردید. فعلا دقیق نیست که راه از سمت دوشنبه به خوجند کی باز می شود. یگانه مسیر از پایتخت به شمال کشور شب 16 به 17 ینور بسته شد. در نوارهایی که دفتر مطبوعات شرکت ایرس پخش کرده است دیده می شود که روز گذشته هم ترم فراری در قسمت ناحیه ورزاب ادامه داشته است. در همین حال مسافرانی که در دو طرف راه درماندند از وضع طاقت فرسای خود شکایت کرده خواستار هرچه زودتر باز شدن راه هستند. راه دوشنبه چناق هر سال در فصل زمستان تقریبا همین احوال را دارد. این یگانه راه پلکی در کشور است که شرکت ایرس آن را نگاهبین و برای این کار از رانندگان مبلغ میگیرد. مسافران با نظرداشت پلکی بودن حرکت در راه دوشنبه چناق گفتند شرکت ایرس باید شبانه روز حرکت در این مسیر را تامین کند، ولی دفتر مطبوعات شرکت در پاسخ به این انتقادها گفته است بستن راه به خاطر تامین بی‌خطری رانندگان و مسافران مهم است. مقامات بهداشتی در ولایت سوخت گفتند به دلیل خروج نوع کرونا ویروس اومیکرون نظارت در گذرگاه‌های مرزی با ازبکستان را سخت‌تر کردند. تهمین عثمانووا سردار مرکز بهداشتی ولایت سوخت در صحبت به خبرگزاری آزیا پلوس گفته است که همکنون از مسافران و مهمانان با وجود داشتن تشخیص PCR تست منفی سرایت از کرونا ویروس در گذرگاه‌ها حتما تشخیص مالی شک از گلو و بینی میگیرند. اینچنین به گفته خانم عثمانووا مسافران و مهمانان بعدی به ولایت سوخت وارد شدند 14 روز یا 2 هفته در کرانتین خانگی بمانند و نقاب طبی پوشند. دو گذرگاه اساسی که شهروندان از طریق آن به ازبکستان رفت آمد میکنند در حدود ولایت سوخت جایگیر هستند. هفته گذشته مسئولین وزارت تندرستی به رادیوی آزادی گفتند به خاطر پیشگیری از ورود اومیکرون نظارت در فرودگاه ها را هم سخت‌تر کردند. مقامات ورود این نوع زود پهن شونده کرونا ویروس را زیاد میدانند، اما وزارت تندرستی تاجیکستان تا این دم درباره حالت‌های نوی گرفتاری به کووید 19 خبر نداده است. اما خبرنگاران رادیوی آزادی نتیجه تشخیص حداقل 4 نفر را پیدا کردند که به کرونا ویروس سرایت یافتن آنها را تصدیق می‌کند. ضمناً روز یکشنبه 16 ینور در ازبکستان رسما 1037 حالت نوی گرفتاری به کرونا ویروس ثبت شد. این بالاترین نشانداد از ابتدای وبای کرونا ویروس در ازبکستان از ماه مارس سال 2020 است. پیشتر از این 5 آگوست سال 2021 در آن کشور یکباره 974 حالت در یک روز ثبت شده بود. بیشتر از گرفتاران روز 16 ینور در شهر تاشکند ثبت شده است. در ولایت تاشکند و در سمرقند و در جزخ نیز این حالت ها زیاد ثبت شده است. در نوای 8 و در نمنگان نیز 32 حالت دیگر ثبت گردیده است. وزارت تندرستی ازبکستان میگوید صرف نظر از افزایش گرفتاری بیماری در بسیاری حالت ها سبک پشت سر می شود. نرخ نفت برنت در بازار جهانی به طور کم سابقه بالا رفت. صبح 18 ینور بیرژه های مالی نرخ این نمود نفت را $87.31 نشان دادند. از ماه اکتبر سال 2014 تا این وقت این بار اول است که نرخ نوعی برنت به این سطح می رسد. سال گذشته به دلیل پاندمی و یک باره کم شدن طلبات به نفت کشورهای اساسی صادرکننده تولید این محصولات را یک باره کم کرده بودند، اما در نیمه دوم سال 2021 نرخ نفت مرحله به مرحله بالا رفت. در تاجیکستان هم که محصولات نفتی را از خارج می آورد ساکنان شاهد به طور نظررس گران شدن سوزشواری شدند. از جمله بنزین و سوزشواری دیزلی به $1 یا بیشتر از 11 سومان رسید. 1 لیتر گاز مایع باشد به از 7 سومان گذشت. بالا روی نرخ سوزشواری به گفته متخصصان به ساحه‌های دیگر اقتصاد نیز تاثیر می‌رساند.
علیشیر جلیلوف کاپیتان دسته استقلال شهر دوشنبه به تیم AKMK ازبکستان گذشت. در این باره فدراسیون فوتبال تاجیکستان روز 17 ینور خبر داد. به گفته منبع شرطنامه جلیلوف با تیم AKMK برای 2 سال امضا شده است، اما درباره شرایط این شرطنامه از جمله معاش فوتبال باز در دسته AKMK چیزی گفته نشده است. AKMK در سوپرلیگ ازبکستان برآمد میکند. علیشیر جلیلوف از سال 2019 در دسته استقلال شهر دوشنبه هنرنمایی میکرد و بهترین فوتبال بازی تاجیک در سال 2021 اعلان شده بود. در چند ماه اخیر علیشیر جلیلوف سیومین فوتبال بازی دسته استقلال است که به دیگر دسته میگذرد. قبلا وحدت حنانوف و منوچهر سفروف به دسته پرسپولیس ایران گذشتند. از دسته استقلال رفتن 3 فوتبال بازی اساسی نگرانی برخی مخلصان را به بار آورده است. این نفران در فیسبوک نوشتند استقلال باید به جای 3 فوتبال بازی کلیدیش بازیگران نو را به زودی جلب کند، اما طرفداران میگویند به دسته های خارج رفتن فوتبال بازان تاجیک خوب است چون آنها تجربه نو می‌آموزند. بیننده عزیز، نظر شما در این باره چیست؟ می توانید به ما نویسید. رئیس خدمات دولتی گمرک قرقیزستان عادیلبک کوبانچیبکوف با گمان فسادکاری بازداشت شد. در این باره کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان روز 17 ینور خبر داد. این نهاد خبر داد که از فسادکاری گسترده از خدمات گمرک اطلاع دریافت شد و که رهبریت و سرداران بخش‌های گمرک به آن دست دارند. کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان گفته است رهبریت خدمات گمرک منفعت شرکت‌های خصوصی را برآورده می‌کرد که از خارج مال می‌آوردند و در عوض پاره برای آنها امتیاز گمرکی میداد. مقامات نسبت رئیس خدمات گمرک با مدعی فسادکاری پرونده باز کردند. عادیلبک کوبانچیبکوف 40 ساله 26 اکتبر سال 2021 به این مقام تعیین شده بود. و دریغا نظربایف و دختر کلان پرزیدنت پیشین قزاقستان نورسلطان نظربایف که همزمان وکیل پارلمانی آن کشور است تا آخر ماه ینور در رخصت بیمزد خواهد بود. در این باره سامانه زکان روز 17 ینور خبر داد. سامانه از قبل سخنگوی نظربایف و این خبر را نشر کرده است. سخنگو در نوبت خود گفته است نظربایف به معالجه بعد گرفتاری از کرونا ویروس مشغول است. روز 12 ینور یاوری نظربایف خبر داده بود که وی به وبای کرونا ویروس گرفتار شده است و در شهر المتا قرار دارد. در روزهای اخیر درباره مکان بودوباش خانواده پرزیدنت پیشین قزاقستان آوازهای زیاد پهن می شود. نظربایف از 28 دکبر تاکنون در محضر عام ظاهر نشده است. وی حوادث ابتدای ماه ینور را در کشور شرح نداد. سخنگوی نظربایف میگوید وی کشور را ترک نکرده است. روز 13 ینور دختر خرده نورسلطان نظربایف علیه نظربایف در شبکه‌های اجتماعی در رابطه به حوادث قزاقستان اظهار نظر کرد، اما بعد چند ساعت نوشته خود را پاک کرد. رسانه‌ها نوشتند که نظربایف از امارات متحده عربی وارد اینترنت شده است. بخش یک روز تاریخ را همکارم خرامان بقازاده تقدیمتان میکند که مهمترین تحولات تاریخی در روز 18 ینور را فرا میگیرد. 400 نفری که برای شرکت در جنگ‌های داخلی تاجیکستان از طرف حکومت و مخالفان زندانی شدند در نامه به عنوان سازمان ملل متحد و دیگر تشکیلات حامی حقوق انسان ینور سال 2008 خواستار توجه به سرنوشت خود شدند. سابق شرکتداران جنگ شهروندی تاجیکستان در نامه خود از وضع بد نگهداشت در زندان، شکنجه و اذیتشان شکایت کرده خواستار بازبینی حکم زندان آنها و عفوشان شدند. بعد جنگ 5 ساله سالهای 90 تاجیکستان صدها رزمنده به حبس محکوم شده، بسیاری ها در زندان جان دادند. ینور سال 2009 مقامات قرقیزستان گفتند از 25,000 شهروندی نو قرقیزتبار این کشور 80% از تاجیکستان رفتند. نفران در تخمیناً 20 سال اول بعد پاشخوری اتحاد شوروی از منطقه های قرقیزنشینی مثل ناحیه های مرغاب و جرگتال یا لخشی تاجیکستان کوچیدند. حکومت قرقیزستان همسان با قزاقستان و روسیه توسط برنامه ویژه‌ای که هدفش افزایش اهالی است از قرقیزتبارهای جهان دعوت کرد که شهروندی این کشور را قبول کنند. 18 ینور سال 2014 فرهاد مومینوف اولین کوهنورد تاجیک بود که قله بلندترین قاره افریقا کلیمانجارو را فتح کرد. کلیمانجارو در شمال و شرق کشور تانزانیا واقع است و بلندی آن 5895 متر را تشکیل می‌دهد. مومینوف را از کوهنوردان بسیار فعال تاجیک می‌نامند.
قرب روبل روسی در برابر اسعار ملی سامانه باز هم پست شده، ارزش دلار باشد همچنان بی تغییر است. حالا در بانک‌های تاجیکستان 1000 روبل روسی را به 147 سومان و 50 درم عوض می‌کنند. 100 دلار آمریکایی باشد مثل دیروز به 1130 سومان برابر است. بیننده گرامی، تشکر که تا آخر برنامه با ما بودید. موفق و سربلند باشید. خدا نگهدار.